خب بذار که از همینجا شروع کنم. اول حمله‌ای که به ترامپ شد یا با آمریکا میشه بیشترش توسط همین اروپا طراحی میشه. حالا یا به جمهوری اسلامی کمک میکنه یا از نیروهای خودشون هم به اسم جمهوری اسلامی تموم میکنه. و طبیعیه دیگه، حسادت اینا، شغال بزدل بودن اروپا خود چیز یه جان طلبی، یه چیز طبیعی هست دیگه. در طبیعی که منظورم از جامعه امروزی دیگه طبیعی به حساب میاد و کار همین است. و در سخته تر از پادشاه انگلیس و فرانسه اون بزدل شغال ماکرون نیستش. خب حالا از این که بگذاریم، این کتاب ذهن آدم‌های بیدین که من نوشتم چند وقت پیش، خلاصه‌ش رو میخوام اینجا بهتون بگم که چی هست. البته دین هم بخشی از سیاست دیگه، الان در همه جا قاطیه. منتها چیزی که اینا آوردن، اروپایی‌ها یکم ازش فاصله گرفتن، تونستن یه بخشش رو جدا کنن. این حمله هایی بوده که در گذشته به مسیحی ها کردن، به رهبران دینیشون، و آتیش زده بودن زنده. حالا کشتار آتیش کلیسه ها باعث شد که کمی فاصله بگیره، دین زیاد اینجا بهشون به اصطلاح فشار نیاد. ولی خب هنوز مثلا مثل ایران دیگه در درجه یک که هم دستکاری روانی از طریق تبلیغات انجام میده، هم از طریق دین، که به خصوص در دین خیلی دستکاری روانی، عنوان یک دستکاری روانی کاملا داره ازش استفاده میکنه. و البته هست دیگه، اون نوشته کتابش خب همونطوری هست که ازش استفاده بشه. حالا این که من گفتم چرا اینها بخش حقوقیش، من گفتم که چرا اعدام نباید بشن کسایی که به اصطلاح باور دینی ندارن یا انتقاد میکنن. به این دلیله که ذهن دستکاری میشه. ذهن مثل همون باغچه‌ایه که هر چیزی رو میشه توش کاشت. یا حالا اینا هم از دو جهت استفاده میکنن، یا از طریق، بیشتر از طریق ترس دیگه، یا حالا با وعده های توخالی، یا با ترسوندن به قدرت و مقام میرسن. مثلا جز این راه دیگه ای هم نیستش. و این میشه دستکاری روانی و این میشه کاشتن در ذهن دیگران. پس دین کلا این وسط رد میشه. یک کتابیه که مثل تمام کتاب‌های دیگه منتها یه عده ازش استفاده میکنم دیگه. حالا اینکه من گفتم اونجا اگر بخوایم که مردم ایرانم بتونن کمی از این فشاری که هست این ورتر بیان، تنها راهش همینه که فشار بر مرجع تقلیدشونه، مذهبشونه، مساجدشونه، تا بتونن خودشونو بتونن یکم فاصله بگیرن از این فشار. حالا این کتاب نذاشتن چاپ بشه دیگه. حالا بخشش اومد بیرون، یه مقداری یه سری مشکلات هم ما خوردیم، یه سری مشکلات هم ما برخوردیم تا حالا، تا اینا طبیعیه. ولی در کل میخوام اینو بگم که اعدام کردنم یا زیر فشار گذاشتن کسی از این طریق هم از لحاظ شرعی و مغزی، یعنی اگر بحث جاه طلبی و قدرت نباشه، الک یه چیز دروغه. چون خود اون طرف هم میدونه که این فقط صرف آگاهی بود، میدونه که میشه کاش در ذهن طرف. شما وقتی یک کودک متولد میشه تو بین یک خانواده شیعه، میتونه همونجا بکاری تو مغزش که مثلا مسیحی بشه، مثلا سنی بشه، مثلا دین دیگه‌ای بشه، یا هر چیز دیگری میتونی دستور بدی به مغزش و اون مموریشو پر کنه. خب حالا من البته نمیگم که یعنی برن این کار رو انجام بدید یا برید این کار رو بکنید، چرا که ما خب باز رهبری گروه سربه‌داران ما داریم، ما حزب خودمون دارم که الان فردا روز کسی نگه بگیش این کار شما بود. حالا این بحث جداست اصلا. من فقط گفتم که این مسیرشه و اینکه حالا کی انجام میده،
تیم بخواد چیز کنه مثلا به من مربوط نمیشه، اصلا میشه من فقط مسیرش رو گفتم دیگه. آرزوام به خدمتتون که چند وقت هم هستش که بحث از بین رفتن پادشاهی خامنه ایه، یعنی اینکه ارتشی که رهبر یا هم پادشاهش رو در روز اول جنگ، در ثانیه اول جنگ مقامات بلندپایه‌اش رو از دست میده، اون دیگه به درد نمیخوره دیگه، مثلا حال روزش معلومه. یعنی هر جوری بخوای اینو تحلیل کنی دستت باز، چه لحاظ اعتماد بینشون، چه لحاظ امنیتشون، چه لحاظ یک پارچگیشون و چه لحاظ دفاعیشون. یعنی میخوام بگم که این بادکنک تو خالی بود و هستن، الان بقیه‌اش هم ارتشش هم همینطوریه، ارتشی که از خامنه ای هم باقی مونده همینطوری، یک بادکنک تو خالیه که فقط نمایشیه دیگه، چهره قشنگی داره، بادکنک قشنگه دیگه، ولی در واقع با یک سوزن نازک، به یک بینی که به در دیوار میکنه که همونجوری هم شد، برباد رفت. و اینکه مردم ایران هم البته خودشون میدونن و اینا جنگ‌های تبلیغاتی و روانی هم. اصلا احتیاجی ندارن به اروپا و به دیگری، اتفاقا اینا دشمناشون هم، فشار اینا بیشتر میارن، به خصوص اروپا. حالا آمریکا یکم ترسیدی داره میره جلو ولی با اسرائیل، ولی اروپا پا بر قرص وایساده که از آخوندا محافظت کنه، از اون بقای تو خالیشون. البته اینا هم حالا چیزی از اونا کم ندارن، اینا هم در فشار رو گذاشتن اون طرف، وگرنه این ور داخل اینا هم در مقابل مردمشون الان یک بادکنک تو خالی هست، اینا هم با یه تکونی میرن و اینا هم بیرحمتر و وحشیتر از اونا هم هستن. اینطور نیست که مثلا بگی اینا آدمای خوبی هستن، نه، اینا هم آب گیرشون نمیاد، وگرنه از خامنه ای بدتر.